امیدوارم که عالی باشید. امروز اولین روز سال جدیده، اولین تمرینی که میخوایم انجام بدیم با کشه. اول از همه این که سال نو رو بهتون تبریک میگم. از صمیم قلبم آرزو میکنم سال دیگه این موقع تمام این روزهای پر استرس رو پشت سر گذاشته باشیم و همگی برای یه ایران آباد و آزاد در تلاش باشیم. چون من فکر کنم تک تک ماها مدیونیم به بچه‌هایی که نبودن. این پشت سرم عکس شاهمونه. تحسین امسالم رو با عشق بیشتری چیدم. شمعای سیاه گرفتم به یاد جاودنامه‌مون. برعکس همیشه که روبان قرمز گذاشتم، روبان سیاه گذاشتم که وقتی که اینترنت هاشون بحث شد بدونن که ما فقط درگیر چیدن و تفریح و چیدن سفره 7 سین و تفریح نبودیم. در کنار تحویل سال نو به تک تکشون فکر کردیم. خب بچه‌ها بریم سراغ تمرین امروز. میخوام یه تمرین، البته یه جلسه قبل از سال نو با دمبل ضبط کرده بودم برای تمرین بالاتن، اونو بعداً آپلود میکنم. امروز قراره که با این کش‌ها تمرین کنیم. 1 2 3 4 5 تا کش من دارم. درسته؟ 1 2 3 4 5 تا کش دارم که هر کدومشون یه نوع فشار متفاوت قراره به بدن وارد کنن. اینا که پهن‌ترن معمولا نیروی بیشتری نیاز داره برای انجامش. میخوایم از هر کدومشون با توجه به تمرینی که داریم استفاده کنیم. یه سری کش مینی لوپ هم دارم و تقریبا بعد از 2-3 هفته قراره من تمرین کنم. خیلی وقته که باشگاه رو استاپ دارم و تو خونه به خاطر خونه تکونی و این داستانا فکر می‌کردم فعالیت دارم و یه جورایی فرار کردم از تمرین کردن. اما امروز میخوام با کش فقط تمرین کنم. شاید یکی دو تا حرکت هم باشه که بخوایم دمبل استفاده کنیم، ولی به صورت کلی تمرینمون با کشه. من این تمرین توضیح نمیدم، فقط تمرین رو انجام میدم براتون. بعد شما اگه نیاز دیدید که حرف بزنم براتون روی تمرینا بهتره، آموزش هم کامل‌تره، برام کامنت بذارید. اگه دوست داشتید تمرین براتون مفید بود، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برام کامنت بذارید.